نبی ما صلی الله علیه و سلم می‌فرماید به درستی که وقتی مؤمن با مؤمن دیگر ملاقات می‌کند و به او سلام می‌کند و دستان او را می‌گیرد، گناهان آنها مانند برگ درختان ریخته می‌شود. پس هنگام سلام کردن بر مصافحه کردن حریص باشید. من فضل کرم الله بسیار بزرگ است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید صدقه مخفیانه خشم الله را خاموش می‌کند و صله رحم عمر انسان را زیاد می‌کند و کارهای نیک از مرگ بد جلوگیری می‌کند. فضل بسیار بزرگی. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هر کس بعد از نمازهای فرض آیت الکرسی بخواند هیچ چیز مانع رفتن او به بهشت نمی‌شود مگر اینکه از دنیا برود. برای خوابیدنت به بسترت رفتی سوره قل یا ایها الکافرون بخون و این آخرین ورد تو باشد. همانطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر کس این کار را بکند براءت او از شرک می‌شود. دوستان خودت را از دعا محروم نکن، چون هر دعایی که برای برادران و خواهران مسلمانت میکنید این دعا برای خودت است. همانطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده یک ملائکه بالای سر توست و برای دعای تو آمین میگوید و میگوید همچنین برای خود. دوستان من، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید به درستی که یک شخص در بهشت مقامش بالا میرود وقتی پرسجو میکند میگن که به خاطر دعای فرزند است برای توست. بزرگترین نیکوکاری اینه که بعد از مرگ برای پدر مادرت دعا بکنی.